های به همه، من محمد و به کانال روستای محمد خیلی خوش اومدید. موضوع این هفته ما زرشک پفکی دوستان. ولی دوستان زرشک جدی میگی؟ به خدا زرشک پفکی زرشکیه که وقتی مهرماه کشاورز اونو برداشت میکنه به صورت شاخه و بعد اون کامل وقتی از درخت میچینه میاره میریزه روی سری از چوبا. حالا در ادامه بهتون نشون میدم اونو. این زرشک بدون اینکه کوچکترین نور بهش بتابه خشک میشه و اون آبی که داخل زرشکه قشنگ خوراک اون پوسته زرشک میشه. آبش هم میگن آقای چیز بخوره، آقای میثاقی بخوره. برای همین زرشک پفکی گرونتره. حالا در ادامه با من همراه باشین با تکوندن این زرشک رو ما میتکونیم، خار، برگ و چیزای اضافیش رو جدا میکنیم. خود محصول زرشک یه سری مراحل رو طی میکنه که اونا رو هم در آینده بهتون نشون میدم. خلاصه همین دیگه، این زرشک رو ما کاملا پاکسازی میکنیم و تر و تمیز به دست شمای مصرف کننده میرسونیم. خوب پیغمبر. حالا امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرین. در ادامه هم با من همراه باشین. پس بزن بریم. لیتس گو. تانه بداری باید اون بالا بتکونی. همون بالا متکونی باید تامه زیر چیز بودن چیز میکنی. خوب باید بالا بتکونی. الو سلام جان. ما شیر کن. ها؟ میشه. معلومیه کن آخرتی. حالا چی بود؟ یواش کن من نادیم. با کار نریم کن. یواش کن نه نیش. برون نرام هست. مثل دستش نام بدید. خب بس بیا. سلام میزدی جان خیر این پای کار دارم سالم انزدم ای بگیره ما باید برم خب نه 10 ثانیه بره کوبه تکنی
چیزی خودم خوب می‌دارم تمام ما بغیر درست می‌کنیم خارونی tam değil mi? یه در کوچیک اون زیر بود، رفتم اونو باز کنم یکم باد در گردش باشه، دیدم یه قفل، نمیدونم چیکارش کنم. موفق شدم آخه همون قفل رو باز کنم. قطعاً یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا این کارهای زرشک، زرش پاک کنی، زرش باز کنی. والا به خدا ببین خدایا بس دیگه ما خسته شدیم دیگه. همه اینا که میبینی همش تیغه، همه اینا تیغه. تا حالا سخت‌ترین کار دنیا رو دیدی؟ اگه ندیدی پس ببین. مقاره بنم نکتر کاسی اینا رو میبینی؟ اینا همش خاره، دودش خار، همش تیغ. همه اینا که میبینی تیغ. درست آقا رو والله؟ آره همش تیغه، مواظب نباشی پدر باید همه اینا رو کاری بکنین که زرشگاه از خارا و اون برگاش جدا بشه. حالا دیگه این آقا رولا این رفیقم اومده دیگه یه دست برسونه. باید برگاه همه این تیغا جدا بشه، دوباره با مراحلش زیاده. با محمد آقا همراه باشیم، مراحلشو. اینو که میبینین این یه دبه آب. خب یه دبه آبه. روستایی ها میان چیکار میکنن؟ میان دور اینا رو یه پارچه یه کلفت میپیچن میدوزن، اینو خیس میکنن، یعنی هر لحظه این پارچه رو خیس میکنن میذارن توی سایه که چی بشه؟ که کار کلمن رو میکنه. کلمن براتون یه آب سرد نگه میداره. این هم همینطور پارچه خیس وقتی به دور دبه هستش و خود اون پارچه خیسه، همین باعث میشه که این آب داخل دبه سرد باشه. خدای مغز این آدمای روستا به قرآن همه‌شون دانشمندن. داداش خلاصه که اینجوری خیلی تشنم. آخ جان
ببینم سلامتی. بعد از 40 دقیقه کار همینقدر تونستیم تمیز کنیم. یکی به خدا یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا همین. شما راحت می‌کنید این چیزی می‌گیرید این سختی رسمه. این بزرگترین کوه روستاه، بهش میگن کوه ماهخورا، چون ماه میاد پشتش بهش میگن ماهخورا از قدیم. اینجا هم دیگه اجیر والله وضعیت در چه حالتی داشت؟ گرمه گرم. خیلی گرم. واقعا گرمه. یه دونه چوب باریک هوا گرم پر تیز خودت پاک کن وضعیت در چاله. نگاه کن زیر پاش همه یا چوبه که هر لحظه ممکنه کار کنه شو نه حتما در چوبش یه حواس تو بود بس برو شامسه تو قاروری رو نمیم وقتی میگه سخت‌ترین کار دنیا اینجوری. سالمی آره میگم یک جاروی میچوشم. بیا من یه دیگه نه متفتی آره متفتی تو خود رو بگید
ها دیگه چون بخور. خب دوستانگاه هم ده همون جور که گفتم این تالار با چوبای بزرگ و یه سری چوبای کوچیکتر ساخته میشه. چون ببین این چوب این زیره این اون بزرگه و قویه و باید این چوبای دیگه روش میفته رو نگه داره. برای همین یه چند تا چوب بزرگ اول زیر میذارن، بعد یه سری چوب کوچیکتر و باریکتر که وقتی این زرشک رو ما میریزیم روش نریزه. این چوبای کوچیک باعث میشه اون زرشکا رو وایسته روی تالار. به کل این مجموعه داشت میگن تالار. چرا خواستی این کار انجام بدی؟ یه جفت کش بدون تش آهنی بود. حتما، یعنی واقعا تش باید آهنی باشه. بلند برف میزنی، ببخشید دکتر بهرام. وگرنه نگاه کنه این تیغا همش برای اینکه باز اینجا خلوت‌تر بشه این چوبا رو ما میذاریم یه طرف، این خارا هم که دیدیم میذارم پشت اون دیواره که آتیششون بزنیم، ولی این چوبا باز برای سال دیگه باید استفاده بشه. یه تالار اینجوری درست می‌کنیم. برای همین الان اینجا خلوت بشه من این چوبا رو میذارم بیرون. بچه‌ها یه توضیح الان من بهتون بدم. این چوبایی که می‌بینید هم اینایی که قطرشون بزرگتره، این چوبای بزرگ همشون از درختای سپیدار استفاده میشن. درختای سپیدار بزرگ دیگه، یعنی تو منطقه ما تو روستای ما به بلندی این سپیدار دیگه درختی نیست، برای همین از اینا استفاده میشه. و تو گونش محلی ما به سپیدار میگن اسپدار، درخت اسپدار. روح الله کار اصلی و روح الله انجام میده. ببین این بالا داره اونا زرشکا رو میتیکونه، سبک که میکنه خارا رو میندازه پایین. باز من اینجا چند تا تکون بهشون میدم که اگه یه دونه زرشک اون وسط باشه اونا هم بریزه بیرون، بریزه یعنی پایین، بریزه بیرون. بعد خارا رو دیگه بدون زرشک بشه من میذارم باز بیرون. به کاری که ما میکنیم میگن تالار تکونی.
اگه میبینین کیفیت تصویر افت، چون متاسفانه حافظه دوربین پر شده و مجبورم از گوشی استفاده کنم. خب بچه ها، همینجوری که میبینید کار خیلی سریع داره پیش میره و خدا رو شکر دیگه انتهای کاری ما، چون دیگه داره غروب میشه کم کم. اینجا هم متاسفانه لامپ نداره، شاید برای ادامه ویدیو یکم به مشکل بخوریم دیگه. خلاصه که آخراشه دیگه.
اینجا دیگه داره به آخرین مراحلش میرسه. خب اینم از این زرشکا رو میبینیم.